به نام یاد خدا، هموطنای عزیز، بینندای نهایت دوست داشتنی، عرض سلام و درود خدمت همگیشم. شب کلگیشم بخیر، خوبین، سلامتین، صحتمندین، ان شاء جار بشین. از آرزوی سلامتی و تندرستی بلده کلگیشم دارم. امیدوار هستم که پر از حس عالی، پر از حس مثبت باشین. از خیلی خوشحالم دوستای عزیز تا ویلاگ امشب از ما شما را خوش آمدید میگم. یک دنیا تشکر، یک دنیا سپاس از اینکه همیشه همراه از ما هستین، ما را حمایت مونین، ویدیوها را لایک مونین و کامنت های قشنگ بدین عزیزا. به نام خدا، از دل سلام و درود. وقت همگیشون بخیر، خسته نباشین. خدا کنه کلگیش موجود و تر و سلامت و صحتمند باشین. دیگه بسیار زیاد خوشم میدن در ویدیوی امشب از ما. سلامت باشی عزیزا. امشب ما آبی سنا جان ارسیمو همدن دیگه رستوران در شهر کویته. بسیار بعد از مدت های طولانی، بعد از مدت های زیاد دیگه خواستم که اینجا امشب یک لحظه بیشیم فضای بیرون، یک نانم بخوریم و یک لحظه قصه کنیم همینجا با شما دوستا. همچنان بخاطر که عزیزا خیلی دیر شد نم دادیم، همهش خانه بلده خسته کن شد، تکراری شد. باز خصوصا هر چیز بلده سنا سنا جان از ما که هر شب فقط میگه پارک پارک پارک. بچه من خصوصا از در روز اخیر چندان وضعیت روحی از ما عزیزا خوب نبود، بخاطر از که ویدیوهای مرتضی شما سیل کنید از چینلش که متاسفانه عادل اخواریم همراه فامیل خو برش یک اتفاق افتاد عزیزا. سه شنبه گذشته بود، سه شنبه گذشته اونا از طرف کابل طرف لوگر رفتن عزیزا. فامیلی عادله خسر مادر شه، دختر خسر شه و هر سه بچه خسر شدن رضا که شما در ویدیو ها شکتن دیگه. ما نمیفهم اونا حال میگه ما زیارت رفتیم عزیزا، نمیفهم که در لوگر زیارت هست یا نه، چون ما قبلا نشنیدم که اینا در لوگر زیارت رفتن. باز حرکت نمورن طرف لوگر و در دورای لوگر متاسفانه که موتر زیاد چکر مونه و از اونجا آمبولانس نار گرفتن میره در شفاخانه، ولی ما دیر خبر شدیم دیگه. تیم از یابیم خبر شد ولی قزمون افتاد، بخاطر که خب دنیای مهاجرت اینا از قدم نگرانن و بعد از ما که بخی نگران میشن. باز صبحش بعد از 6 ما خبر شدیم، بعد از 6 از خبر شدیم دیگه و کاملا ناراحت بودیم. زنگ زدم گفته که اونا در شفاخانه و بیهوشه دیگه. خیلی نگرانیم از هیچ ویدیو گرفتن نتونستیم، با شما دوستام شریک نتونستیم تا یک قرقره اونا دوش آمدن. بعد از یک روز مثلا خسر مادر شد دوش آمد، بعد دختر خسر شد، بعد ماردو بچه رضا و بعد بچه کتش بهمن و بعد از 3-4 روز دوش آمدک و کاملا نگران بودیم خیلی زیاد. باز عادله عزیزا بعد از فکر کنم در روز ششم دوش آمدک، در روز ششم خدا شکر دوش آمد و دیش 5-6 روز بوده کس هم در شفاخانه نمیشته، کس داخل شفاخانه دکترها اجازه نمیداد آبی میزون افتادک نشته کس را دیگه. خیلی نگران بودیم و بعد از 6 روز خدا شکر دوش آمد و امروز ما خوشبختانه خدا عادله صحبت کردم از وضعیت پرسان کردم، گفت که خوبیم خدا رو شکر، اگرشن به حالت عادی بر نگشته ولی بهتر شده دیگه. خب بلند صحبت نمیتونه و دندونایم زیاد درد نه، سرم درد نه. متاسفانه از موتر تکرت زیادتر کسا عادله ضربه خورده، بخاطر که در چوکی پشت سر که بوده عادله دمو پشت سر راننده بوده، در چوکی کلان عادله و دختر خسرش و خسر مادرش از اونا بودن پشت سر راننده بوده. متاسفانه موترم طرف راننده زیاد ضربه خورده که چوکی پسکی قشده بلیزی بین هر دو چوکی پیچیق شده، رقم هر دو چوکی در مابین خیلی فشار دیده. باز از شدت ضربه یعنی سرش خیلی آسیب دیده دیگه. دعا مونیم که انشالله به خیر به زودترین وقت خوب شونه و انشالله بر بگرده در خانه خوب و دوباره ویدیوهای شروع کنن، ویلاگ‌های شروع کنن. شما عزیزام ویلاگ‌های سیل می‌کردین، بسیار قشنگ ویدیوهای جور می‌کردک دیگه. انشالله که خوب شونه و ما دعا مونیم برای کل مریضا، خداوند تمام مریضای اسلام را شفا بده و خداوند هیچ انسان را دچار مشکل نسازه انشالله دیگه. از مم دیگه فکرها از قدم خراب بود از قبل از خاطر مهاجر بگیر که اینجا مسئله مهاجر بگیرم زیاده. شما شاهد بودین از در روزهای گذشته که کشور ایران متاسفانه مردمی عزیز از ما را، افغانیای از ما را از ایران دست جمعی اخراج مونه که واقعا ویدیوهایش مسائل منم سری مرز اسلام قلعه خیلی بس خرابه،
خیلی وضع مردم خرابه و پاکستان هم که گپ هست که از اینجا مهاجرا را در رد مرز منه دیگه. واقعا افغانستان هم از که شما میفهمین شرایط کار خیلی خرابه و از کار در کل وضع افغانستان تعریفی نیه دیگه. و دو منیم که انشالله همه از صحتمند باشن دیگه. انسان های زمان سایزیز بخی بچین بلی میز بخی بالشده صدقه چون گوشناش مادر یا تشنا؟ تشنا؟ گوشنا نشته؟ خود سال مخری بچیم؟ کباب؟ یا الله از کباب شیو دیگه نان نمخری دیگه. کباب نمیخوام. برنج چطور برنج مخری؟ خو کچالو چکالو مخری بچیم؟ یک سلام کنه بگی سلام دوستا. سلام. خوبین؟ جان چم جوره؟ دادم خوبه. آفرین دختر از ما ماره. پارگم ده. ما کباب یوده. پارگم ده بچیم؟ پارگم ده. بگو پارگم ده. کباب ده. آفرین. این پارک خوبه یا پارک سینیان؟ پارک سینیان. او خوب شه؟ اون دوستا وسایل بازی داره تا پارک سینیان باز این خیلی اونجا خوش داره گهگاه موتر بس رضایی را آبش مبرده پارک سینیان اونجا موتر داره اونم خون جمپین داره و غاز داره و رمالای داره کشتی داره باز دزی اینج کسته اینجا چیز نداره دیگه فقط یک فضای سرسبز داره دیگه چمن داره خواستیم شما اینجا باشیم چون فضایش ما خیلی خوشمه کمک فکر ما آرام شونه یک خانه خیلی هوام گرمه در زمان هوای کویته خیلی گرمه باز گفتیم شو هوا تازه کنیم دیگه. اول نان می‌خوریم یا چای؟ دیشم نان بیادن زن سنای تا اول نان می‌خوری چای مادر؟ چای؟ چقدر گوشان نشدی؟ نه خواه ایگا پایش چندان دستور نیم نان می‌خوری آو می‌خوری؟ بس چای بچه دیگه از حتما ویدیو رو لایک کنین حتما کامنت های قشنگ بلین اگر امکان داشت چینل با دوستای خوش شریکین ازا نگفتنم نک مود دنیای مهاجرت خصوصا در روزهای سخت مهاجرت نیاز به حمایت شما از داریم با امور لایک ها و کامنت های قشنگ ها حتما رو حمایت کن. گارسون زی نمیه که نون میتلبی مایا بچه چسخل مخری بیرو چسخل دره چی سخل؟ کباب دیگه چسخل دره برنج تو خانده میتونی بچم؟ خب اسکول رفته؟ کی؟ شو اسکول رفته؟ خب من بچه موبایل سیل کنه چسخل دره باز نان بخوری بچم خب؟ من مادر؟ تو چه سخل مخری سنه؟ من کباب بخورم. کباب تر نیه سکرت شنو بلده بابا سخل میگری؟ بخورم. بلده بابا همزو میگری؟ خاصه دوستای عزیز دیگه جایشم خالی نان از مامات و بسنا قابلیش سفارش شده قابلی گوشت مرغ و هم کباب ما دختریم که بسنا قدر کباب نباشیم کباب مخری؟ قد نان خوش کردیم بینان نان فعلا بیدیم قابلی مخری فعلا قابلی میزنه؟ باش دستور خمسته نه بچیم کباب باش ما یک مزیر سیل کنم که شیر خمسته بسم الله الرحمن الرحیم مزه میدی سنه؟ عالیه خوشمزه خوش دک تلخ نیا بچیم؟ تلخ نیا؟ تلخ نگه نه لذت میگه بیدی آو میگه همزو چای خمک شده کنی سنه؟ اشتباه شدش یخ کنم یعنی چای کشم نه نیم بدیش تو بدی اون رو بگیر زاق سرخ نباشه پوف فاتون قرقره شروک دیگه یخ بشه چطور همزهش خوب بود؟ یخی دیگه نان شالیه دستشون درد نکنه جایش هم خیلی خوب جایه نه؟ چه خوب خمری بخواید نه؟ خمری وطنی بری جایش خیلی کلانه من این دوستا
خب اجازه ویدیو نداریم اینجاش خیلی کلانیم اونجا چی هم سالون فوتسال و والیبال کباب مخری یا برنج؟ بجن مخری؟ یا سر خیلی نظر میده؟ Eller blir det stor där? نه خیر نه باش گارسون چی باید میگه